بر لقمه‌تان سنگ نباشد هرگز، بر چهره‌تان چنگ نباشد هرگز. اندر سر خوان همحیاتی شما جز جنگ قدح جنگ نباشد هرگز. بگذار که همیشه در سر خوان شما جنگ قدح باشد، اما این قدح نه آن قدحی که ما بنوشیم و دیگر را آزار دهیم. این قدح باید که قدح محبت باشد و تمنا میکنیم که همیشه پر از شراب باشد این قدح محبت. و دوستان عزیز، اینک عیان و ناعیان 3 ساعت به مثل 3 دقیقه پشت سر شد و البته ما همه شما را بار دیگر خوش آمدید میگیم و برای انتظار جان و سدابه خوشبختی تمنا میکنیم و بگذار که همیشه خوشبختترین جفت عالم باشند. کنون که کار به سامان رسید خدا حافظ، کنون که قصه به پایان رسید خدا حافظ. چه لحظه های خوش بود با شما بودن، کنون که فرصت هجران رسید خدا حافظ. اما باید ما ناامید نباشیم، زیرا باز آمدن ز رفتن خورشید دور نیست. گر زندگی است دیده به دیدار میرسد. تا دیدار دیگر خداوند نگهبان ما و شما باد و در زیر نوای جذاب ارکینال نایف بازم عروس داماد را به خانه بخت گسل میکنیم.